سلام میکنم خدمت همه ایرانیان عزیزم. پیش از همه چیز تسلیت عرض میکنم بابت همه تلفات، صدمات و خسارات جانی و مالی که به کشور شما وارد شده و تسلیت میگم بابت همه شهدا. و میخوام اینجا اعتراف کنم که شما باعث شدید اون یک ذره مسلمونی که در وجود من قرار داشت امروز زنده بشه و در درون تمام وجودم موج بزنه. من به شما افتخار میکنم و من میدونم که شما ایرانی‌ها همه بدبختی‌ها، دردها و مشکلات را به کنار میذارید و وقتی که نوروز فرا میرسه نوروز رو جشن میگیرید و از این فرصت استفاده میکنم تا در کنار پیام تسلیت نوروز امسال رو بهتون تبریک بگم و امیدوارم که این نوروز تعیین کننده، سرنوشت ساز و حرکت به سمت بهترین روزهای ایران در تاریخ وجودش باشه. زنده باد ایران.